बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये پیام که ایشی سرا مچ مردم فکر کنند، مخصوصا کسانی که در همه گروگانگیری تا گرفتارند تو و مردم گروگان برند و همه رنگ کسانی که دست بسر دوزی جنند تو مردم ماشین و مردم حالا برند و جمیع کسانی که ایشان به هر لباسی تا ایشان حمایت کنند و ایشان خیالداری کنند و یه عرض منی به خدمت مچانیشن که شما سیل کنید دنیا تا هیچ چیزی بالاتر بیش بزرگتر شه اعتماد نه و شه عزت نه و بالاترین چیزی شه که انسان با همه شرافتی که الله تعالی را داتا داره عزت بید، داره حرمت بید، نام نیک دنیا تا داشته بید و به نام نیک برود و یه گمردانگی حاصل بید. یه گویشی که انسان معیار جلی داشته بید، شما مظلوم حمایت کن و ظالم مقابله بوشتید. شما تاریخ همیشه را نشانه داد که انون اگر یک کش قومان معروف ہیں، قوم بلوچ ہیں که در گذشته یک قومیت معیار جلی بود، قوم معیار جلی ہیں که مظلوم را اوان پناه داد و حمایتش کرد، در مقابل ظالم و اشتارت کرد. یک قوم مهمان نوازی بود، یک قوم با غیرت بود و قومی بود که به تمام دنیا احترام قائل بود به اقوام دیگه، قومای دیگه و هنون هم یشم آبا و اجدادان یه تاریخ همیشه راشید و مروچی هم الحمدلله ملت تا انسان با حرمت این هست و کسانی هست که مایه عزتن برای ما و شما شما عزت دفاع کنه، شما حقا دفاع کنه و یه دیگه قوم به شما امیدوارند که شما آوان دردا ورد و شما سختی وقتا در کنار آوان وشته و هنو شما که یه افرادی که روم مردمان گروگان کنند، مردمان اسیر کنند و باجخواهی کنند تو پول لوٹش مردمان، یہ بدترین جرم ہے. اللہ نزدیک کا یہ سنگین ترین جنایت ہے و یہ پول حرام ہیں و یہ پول حقوق گوشتہ حرام تر ہیں. یہ نجس پول ہے، یہ کثیف پول ہے از لحاظ شرعی و دینی، اسی بدترین پول ہے و کسی کی پولا بارد و یہ آتش ہے، یہ آفت ہے که و حقوق گوشت وارد نجاست ہے، نجاست ہے یا نجس ترین و پشما شما میں فرزند اولاد ہو ولی شما شالله رها در بوتو و شما مسیر بلوچانی هم در بوتو و هنون شما پیش نمازون و شما خیرخواه و دلسوزون و من شما را به خدا قسم دینید، به خدا شما را سوگند دادی که کاراوتی بزشتیم ویل کنید. یہ بدترین کاری، یہ ابرو نه تنها یک پسرند و یک قومی بارد، یہ ابرو تمام امه ملت با امه قبران بدنام کا و یہ بدترین چیزی ما کنید چه خدا بترسید، خدای کاراب ترسید، چه خدای عذاب هم ترسید و
روزی حلال کفتار فراوان خودش من روزی حلال داد کم بورد کم مصرف کند ولی مردمان والا نما گیره پزور مردمان ما برد دستوفا ما باندد مردمان اسیر زنده ما کند و یہ درخواست منی ششما و همیرا کسانی کرو دوزی کنا مردمان واشین نکارا مردمان وسائل نکارا و کایان تو بوتی فامیلان فنهان و د زندگی کنان یہ کار حرام انکار ہے اسی طرح خدا ناراض ہیں و یہ مایہ نفرین اللہ تعالیٰ بھی مکن دوزی یہ بدترین چیز ہے شما خدای نزدیکا خدای رحمتا دور بید خدا ناراض بھی تو خدا غضب کن و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا اگر کسی دزدی برو تو کشک بھی آئی بدون ایمان شد دنیا شد ایمان شای جدا بھی و کافر میرید و هر کسی کار حلال زاند با وش ایمان به طوری کلی که خارج بید دیگه مسلمانی گوشگه نبید و من امیدوارم که شما نیه برای زورت شما شاید تجربه کرتا و زانت که بغیر چشم خیره من دیگه چیزی نلوٹه بغیر مردمان خیره نه شما خیره بلکه کلی ملت خیره و دیگه مردمانی لوٹین و شما نه کافر مال پشم حرام حلال ہیں و نه مسلمان مال پشم حلال ہیں و هیچ کسی مال پشم حلال نبی و شما هیچ کسی مالا میارد فارس بلوچ کافر مسلمان و یهودی بید و مسیحی بید و کمونیست بید هیچ بشری مال پشم حلال نہیں مشما با انسانیت داشته بیان مشما با مسلمان واقعی بیان و انسان برحق واقعی بیان و مردمان مالانا ماور حرام شهرام فرهیز کنید اللہ نافرمانی ما کنید و یہ اسی هر کسی دستا هنون گروگان هست و من شما تغازان همیشه کشان فوری ویل کنید اگر شما درخواست پول کرتا یشان برش گردینه پولو گبتا پولایش هم برگردینید و کسی اگر باز خواهی کرتا در فکر بی باید قبل چیزی که میری همی هنون در فکر بی که برو ششان علالیم لوٹید و حقش دان محلش دان و یہ مردم مال پشما حلال نبی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردمان ابرو رمش سر حرام قرار داتا به حج آخری حج مناہ تها و مردمان ابرو برگ حرام ہے مردمان ہون مردمان مال مردمان ابرو حرام ہے وما کنی یہ کارانا وما رنج بسار برا سے کاران کبھیت وما در تلاشان و دعا کنا کہ ہم اللہ تعالیٰ شما دینا آباد کن شما آخرت تا آباد کن و ہم شمارا دنیا تا عزت بدند و ہمیشہ یہ تلاش کن الحمدللہ شما عزت رانون اللہ بالا بڑھتا شما قومیت قوم عزت بالا شتا پچھی کاران کنید کہ مائے ننگاد اما ششی میں سر جالند اما قوم سر جالند اما خوبان سر جالند تو خجالت تا یشان نام گرے گبی ومن انتظار وہ ہست کہ کل منطقان تا یہ مسائل آنا جلوگیری کنے شما مائلتش ریستفید ان باید و تی وظیفہ انجام دیان اگر ریستفید انجام بدان خدای جواب اچھے ادا ریستفید ان باید انجام دے علماء انجام دیان و شما انجام دید شما یہ جوانان که میں امید ہو شما مر رگے انحرافی رہا ما روی شما حساب کنا شما بانده سکی وقت دردی ورید شما پا دینی سر میرید شما پا ناموس میرید شما پا حیای میرید شما پا مردم غیرت سر میرید
و نیریه کار شما بکنه که مای ننگ بی فما مای ننگه و شما را کسی بریپ اینی شما را تحریک کن که شما دست بریگه کار بجنید سعی کن نکنید در هر کسی که در هر لباس شما را تحریک پر گروگانگیری بکن یا پر دوزی بکن شیطانی و الله دشمنین و یک کار دزدی و گروگانگیری دشمنی با خدا دشمنی شما را یک با خدای نکنی یک کارا الله شما را توفیق ده که توبه کنه گروگان آنه که برتایشان زایدان تا خاش تا هر جای برتا و های رهان تا کسی کسی که برتایشان فوری ویل کنید و ما پشم گشتر دعا کنم و انشاءالله خدا شما روزی ده روزی حلال ده و من شما را به الله سفاریم و من امیدوارم که منی خبرانه به شما تاثیر بله و شما نتیجه ما شما بگیرم